درود رفقا. این جلسه میخوام راجع به نمادگذاری علمی صحبت کنم. نمادگذاری علمی به چه دردی میخوره؟ اونجایی به درد میخوره که عددهای من یا خیلی بزرگن یا خیلی کوچیک. اون بزرگ و کوچیک بودن اون عدده میاد و منو اذیت میکنه. توی محاسبات دست و پای منو میبنده، خوندنش برام سخت میشه. برای همین از این فرموله میام استفاده میکنم. x ضرب داره یه عدد تواندار که این عدد توانداری میتونه مثبت یا منفی باشه. x منم یه عددیه بین 1 تا 10، ولی خود 10 حساب نمیشه، پس 1 تا 9. خیلی خوب، بریم ببینیم که چند تا مثال حل کنیم دستمون را بیفت. اینجا یه عدد کوچیک دارم، خوندنش سخته، استفاده کردن ازش سخته. با نماد علمی راحت تر میتونم باش کنار بیام. چجوری میشه؟ 23 رو می نویسم. قرار بود که این 23 یه عددی باشه بین x هست دیگه، یه عددی باشه بین 1 تا 9. پس 1 تا 9 میشه 2 ممیز ضرب داره 10 به توان چند. ببینم ممیزم چند تا اومده جلو. 1 2 3 4 5 توانش میشه 5. حالا مثبت یا منفی؟ این عدد من عدد کوچیکی بوده، الان شده یه عدد بزرگ. باید بهش یادآوری کنم که تو عدد کوچیکی بودی. خب هوا برات نداره، پس این منفیه رو فعلا داشته باش که یادت نره که کی بودی. بریم مثال بعدی. 879 ممیز میاد اینجا، یه عدد بین 1 تا 9. درسته؟ ضرب داره 10 به توان چند. 10 به توان ممیزه چند تا اومده عقب. 1 2 3 4 5 6. 10 به توان 6. مثبت یا منفی؟ عددم بزرگه شده کوچیک، بعد بهش بگم که تو عدد بزرگی بودی، پس مثبت 6 میمونه. مثال سوم. 313 ممیز میاد اینجا، ضرب داره 10 به توان چند. ممیزه چند تا اومده عقب. 1 2 3 4 5. توان 5. عدد بزرگی بوده شده کوچیک. خب پس توانم مثبت میمونه. ضرب داره 10 به توان -4. اینه که خودش آوردن. خیلی خوب، 3 ممیز 13 رو می نویسم. ضرب داره 10 به توان چند. 5 - 4 هم که میشه 1 نوشتن نداره. درسته؟ خیلی خوب، آخرین مثال. 7 ممیز 15 دیگه دستم را افتاده. 10 به توان چند. ممیز چند تا اومده جلو. 1 2 3 4. درسته؟ توان 4. مثبت یا منفی؟ کوچیک بودی شدی بزرگ، بعد بگم که تو کوچیک بودی، پس منفی رو داشته باش. 10 به توان 2 هم که می نویسم. درسته؟ خیلی خوب. 715 ضرب داره 10 به توان چند. -4 با 2. -2. این هم